ساخت ساکشن آب و تخلیه آب از ظرف. خب دوستان عزیز، یه ظرف داریم، ظرف جمع‌آوری ادرار. میتونید از لوازم پزشکی ها تهیه بکنید و قیمت آنچنانی هم نداره، 20,000 تومان. اینجا درش یه نازل داره که بدی پایین قفل میشه، دیگه هیچ تغییری نمیکنه، قفل میشه آب و بدی بالا مسیر باز میشه. خیلی ظرف مناسب و خوبیه واسه این کار ما. خب وسایلی که نیاز داریم، یه هویه رو گرفتم من، سرش یه چاقو گذاشتم که واسه برش پلاستیکمون دقیق تر استفاده بشه، زیاد بو را نیفته. یه چسب حرارتی میخوایم که واسه چسبوندن قطعات کنار هم آب بندی شدن که هوا خروج نکنه. اینهایی که میبینید سوند بچا، سوند معده بهش میگن یا سوند ادرار. اینها هم یه دونه بخرید کافیه، من از آب‌ها زیاد خریدم. یه سوند ادرار هم میگیرید به این شکل، چیزی که قراره از لوازم پزشکی ها بخریم، یه دونه ظرف جمع‌آوری ادرار و اون هستش. این هم چیه؟ لیوان حجامت بچه ها، لیوان بادکش. سایز کوچیک شو بخرید، اینها سایز کوچیک بزرگ داره، ما کوچیک شو گرفتیم، 7-8 هزار تومان. دهنه اینو لازمه که با چسب حرارتی قشنگ آب بند بکنیم که وقتی مکش میکنه هوا حروم نشه، هوا قشنگ ساکشن عملی بشه بچه ها. خب چسب رو قشنگ میزنیم اندازه لبه این لیوانمون، لیوانو فیکس میکنیم روش، باید طوری باشه که از گوشه کنارها هوا نره دیگه، قشنگ آب بند بشه، کیپ بشه، هوا درز و درزی نباشه، همش بمونه واسه کار ما. بالا پایینش رو من قشنگ درست کردم، آب بندی کردم. پس شد چی؟ یه ظرف جمع‌آوری ادرار، یه سوند ادرار و یه لیوان حجامت. حالا جلوتر یه ساکشن دستی هم هست، اونم بهتون میگم، اگه اونو ندارید حالا باید بخرید. خب لیوانمون رو قشنگ فیکس میکنیم محکم بشه. درست؟ آره. حالا در رو باز میکنیم از پشتش، ببین قشنگ دورش رو من بند کردم که هوا درز نکنه. از پشتش ما یه سوراخ کوچیک نیازه بکنیم. ببین با همین نوک چاقو ما اونجا قشنگ یه سوراخ کوچیک بسته، نمیخواد قشنگ کل لیوانو در بیاری. یه سوراخ کوچیک که فقط یه هوایی رد بشه کافیه، اندازه یه شلنگ سرو مثلا، در همین حد کافیه بچه. یه همچین سوراخی میزنیم که هوا رد بشه. مرسی. لایکو دنبال کردن یادتون نره بچه، حتما پیوستن و مشترک شدن رو بزنید که من بتونم لایو زنده براتون بذارم. ممنون میشم یه مشترک و واسه یک هفته هم که هست واسم بزنید و یه لایک هم فراموشتون نشه. نظرتون هم حتما بهم بگید. خب ما یه سوراخ کوچیک که اونجا گذاشتیم واسه عبور هوا، حالا سوندمون رو در میاریم. ببین بچه‌ها، سوند حالا میتونی شلنگ هم بذارین، خب منتها سوند چون سرش یه اتصال خودکار داره کارمون رو راحت تر کرده دیگه. خاطر جمعیم که لحاظ آب بند بودن و اینها فیکس خودشه دیگه، این ظرفی که ساخته شده واسه این ساخته شده. ما سر سوند رو میذاریم داخل همون نازلی که خودش داره، قشنگ کیپ و آب بند میشه دیگه، هوا درز نمیکنه. خوبیش همینه، اون چیزی که ما میخوایم و بهمون میده دیگه، کارو در میاره، نیاز نیست باز بریم دنبالش بگردیم. خب این ورش هم بچه‌ها ببینید 3 تا سوراخ داره. خب این طرف شلنگ 2 تا سوراخ بالاتر از شیلنگ هستش، اون تهش باز نیست. من یه کاسه چای داشتم اینجا، الان کاسه چای رو واسون میکشم تستی ببینید چه شکله. این ساکشن حجامت بچه‌ها، میبینید اینها رو جدا هم میفروشن یا اگه پک حجامت بخرید دیگه، هر طور که خودتون میدونید میتونید این دستی رو داشته باشید واسه ساکشن دستیمون. کار مکش رو این انجام میده. میذارمش بالای لیوان حجامت، شلنگو میذاریم داخل آبی که میخوایم خالی بکنیم و تلمبه میزنیم، تلمبه دستیه. یه چند تا که مکش بکنیم، این چون سوراخش بالاتره من باید نگه دارم. این شلنگ هم حالا عجله‌ای شد دیگه. ببین ساکشن دستی به اون صورت بالا قرار میگیره، عین حجامت کردن، بادکش کردن اگه دیده باشید، این هم به همون صورته. خب ما از این طرف که با دستمون تلمبه بزنیم داخل ظرفمون خلا ایجاد میشه و از اون طرف آب رو میکشه. من اینجا توی فیلم فراموش کردم اون نازلی که بهت میگفتم قطع و وصل میشه، اونو یادم رفته بود بدم بالا، واسه همین یه مقدار گیج شدم اینجا، گیر کرده واسه اونه. اون نازلی که ما روی خود بطری هستش بدی بالا آزاد میشه، بده پایین قطع میشه. الان پایین من تو فیلم گیج شدم و اینو دقت نکردم. خب الان چایی رو میبینید که از توی شلنگ داره عبور میکنه و میره بالا، توی کاسه داره خالی میشه. اینجا چون من اون نازله رو ندادم بالا داره یواش این عمل اتفاق میفته بچه‌ها.
اون نازل رو با دست بدیم بالا، با سرعت زیادی آب تخلیه میکنه. اینجا چون من میگم اون حواسم نبود، سرعت تخلیه آب یه مقدار کمه. اونو بدیم بالا، با سرعت بالا سریع کار رو واسمون انتقال میده، آبو مکش میکنه. بله آب تموم شد، کاسمون کل کاسه رو خالی کرد. و همین صورت یه ساکشن دستی ساختیم. ما همین ساکشن رو دستگاه باتریش رو بخوای بگیری 3-4 میلیونه، دستیش 300 تومن. اینجا مفتی وسط در اومد. مرسی.